تو رمضان من میگنی خود تربا نختم خود باختم چند تا علوی کندم من اشتلاتی کردی اصلا خوبالا کردی بدیدی به تاجی من امرو خودی تو گپ میزنم تو صحبه بکن اگه تو امروی تا پیش میرفتی که میت سنه و تاریخ نداشته باشم من امرو خودی تو گپ میزنم تو صحبه بکن امرو خودی تو رمضان گپ میزنم تو صحبه بکن بیا خوب موندی او دیریه به قش خیب رمضان ای بیا مدلا تو پاد همیجی بفته دیر خیب تکمر بزن رمضان تکمر بزن بچه تدیدی چی داره میتو سنگینه دستم صحبه کن بکنم تدیدی چی داره که امرو چاش رمضان گوش نقدشتم دقیقا خود خودی نمیدید رمضان شوربای اگر دارم با رمضان گوشنه امرو بقدشتم امرو که رمضان گوشنه وقت دارم میفهمه گپ چیه دقیقا خودی میبگی کینی زیر درخت چی کار میکنی؟ من و شما چی کنی؟ چجوری؟ چی می؟ چه کار میکنی که جیری اینجا؟ هیچی به پیار خمام بطر کنی نمیگفت توی زیر درخت کنی به پیار خمام نون ببرم به سر زمینایم خب کو کاسه سفره چی هم نداری؟ به سر زمین هست ده خیلیه دیگه پخته کردن گفتم ببر به سر زمین مادر ما گفت ببر به پیار خم اگه سنگینه که کمک کنم خود نه سنگین نیست تو بکن کار خدمت به من باشه که برو بخیر بگی کجا میرفتی؟ همیته میرو تو سر می زمینا برو چون مدر کمر بدید خودی کله گنده خود با این عماله به کجا بیود تو سیکو تو پینکسیه ای که بیای یک طرف نمیای بروم تا دیگه کسی من ندیده خود یدیدک بخور دست بابا اینا بیلی جرد کده گوشنه و پیشنه تباه هسته
نه؟ این دیگه بخار چی شده؟ این کمه همین جه گذاشتم. که دیگه بخار خدا ورستی دیگه بخار بردم از اینجی. دیگه بخار چی شد؟ کی برده دیگه بخاره؟ حالا رمضان اشتخص میکنن چه همین دیگه بخار من چون که به سر تا شاله به گذشته بود من سر زمینا خای بودم من چون که دیگه بخار بجونده تو کس ماس نه دیگه بخار جوندم ها بتا این شوروا بود دیگه بخار خودم شوروا وداشتم بردم کس ماس نه دیگه دیگه بخار به دست باشه ندیدم لالا رمضان ما بیلا چکار کنم ولی قبل شوروا نه دیگه بخار بردم تصویرم کجیر به دست دیگه بخار لالا رمضان بیام یک دقیقه بیام شما چکاره لالا رمضان اون ما پیش که آرامی ما دیدم به پشت درخت کجیر شیشته هر دیگه بخوره وابسته میکرد بزو گفتم چیکار میکنی گم مادر منم پخته کردم ما به پیش بیار خوب ببرم راست میگی ها دیگه بخور به دست کجیر بود این نکنه می کجیر دیگه بخار جونده باشه پری رو خاطر به باغ ما خور انداختی بیرو بزدم خب این کار می دیونه سرقی ای تو صبر کن من تیار میکنم این دفعه این اگر نون دخ پرز ندادم هرچی مستی بگو به نظر مولا تا خیلی وسعت تاثیر نکرد دیگه بخار تو ول میدنی میتونی نه این کجیرش دادم یه دیگه بخور از اینا رو جونده دلم بم لندن و مسکو نمیشه دیگه بخار استاشو صبر کن صبر کنم صبر کن تو میگم بس تکا دیگه بخار چی کردی دیگه بخار کاکا شاله بوده اگه کجا خبر شدی کی به شما گفته به من چی گفتن شما بد کرد شما تو ببینید بس تکا تو میگم کجا میچی همین یه جایی ها بد کرد لالا رمضان چه من دروغ گفتم میگه اگر دروغ میگه تو نمیچیستی دیگه بخاره چی کردی دیگه بخاره چی کردی دیگه بخاره چی کردی کی به شما گفته شما تو که من حتما مسلمین من ده دیگه بخاره چی کردی دیگه بخاره چی کردی بخاره چی کردی شوار میخوردی مرگ مفاجار میخوردی چکار لالا رمضان به شما بگی دیگه بخاره وداشتی ببردی چکاره راست خوب دیگه بخور شما بفریشی دیگه بخاره بفرختی به کی فرختی بله بکی چرا دیگه بخاره تو بیام ده تا شعله برداشتی ها شما به نبکی بفریشی چرا به چی دلیل شما چرا من به تباق و گیر کرده بزدی به تاجو با تابا خو گیر که تو یلا بلا گیر کردم معمول الوان شما چهار تا بکنده بیدون چکار جیده بید سر آدم میکنده بیدون لالا رمضان بحث کردم من لالا رمضان جو وقش لالا رمضان بحث کردم چندانه شما بردی بزنی بیای وقتی میفرختی بیا بحث کردم دقیقه نمیجونم با خدا دقیقه نمیجونم دقیقه نمیجونم نمیجونم دقیقه نمیجونم صبر کن تو بس تک تو نانه ما فکر تو دارم برو من خام پیار تو بگیرم انگوش پیار تو تیر کنم کارتون هم تیار میکنم باش که کنشاتون هم ببرم الان من کارتون تیار میکنم دیگه بخوره به خدا قسمه پیار تو مگر تا اون دیگه بخور من بده امروز به خودی پیار تو حل معامله خود معلوم تو دیگه بخوره میه همین جونی میبری اور به نمکی میفروشی یابا والله خوبی برا خیلیات سلامتی خیلیات هستی برا شکر زنده باشی. میگم این کبش از کینه اینا هم رنگ کبشا کجیر اینا به کجا بوده؟ اینا به کجا بده سکو برا رمه ما به سر زمین ها خو خواه بودم
دیگ بخار اثرا بیا آورده بودم به تا شاله بغدشته بودم. گفتم صبح که میام همیشه نون خود خو میارم بچه‌اش. گفتم حداقل اینجا خو میشم خو که بیدار شدم نون میخورم وقت بود. بچه تو کجیر خاطر پره رو خور به باغ ما انداخته بود بیا ور به تا باغ بزدم. بازم ما به تو آدمی چی نگفتم خیر ارزش نداره خور به باغ انداخته. امرو به تا شاله ما بیام دیگ بخار آوردش تا برده. شوربای رحمت چون بو خورده چکار کرده دیگ بخار ما رحمت نمکی بفروخته. والا رمضان نخوا باشه بچه می کار نخوا کرده باشه. پسی که از کینه؟ والا رمضان بچه ما شاید نکرده باشه ایت کاره. باز اگر ایت کاری بکنه به خدا خود ما نارسیده با شما که ازو پرسان کنیم پوستر میکنم. ما باید بچه تربیت نکردم که ایت کارا بکنه. انا میگه نکردی اشته نکرده. من سراغ قدمی آمدم شامد بدیدم گفتم شامد نفر ندیدی که دیگ بخاره به دست باشه. گفتک نه ندیدم با که تیر شدم گفتک بیا یک دقیقه میگم من یک دیگ بخاره بدیدم دست کجیر به دست منجگاه به زیر درخت توت بوده. گفتم کجا میری؟ گفته پیار خونون میبرم. گفتم دیگ بخار خیلی بوده. گفتک من چون نمیفهم تای چی دیشته. بیا آمدم کجیر و تا را بدیدم. از او پرسان میکنه دیگ بخار ما چی کردی؟ من ندیدم. اول کام گفتم دوست دیگ بخار بجز بیت 10 دقیقه میجس ما برادی بودم از این بر بر از این بر ور بگرفتم 4 تا چویر بزدم به ما بر میداره میگه کار دیگ بخار تو وردشتم من شوروال بخوردم دیگ بخار هم به نمکی بفروختم. راه خدا همینه که دیگ بخار ببره به نمکی بفروشه. الان برو دیگ بخار به من بیار که من دیگ بخار خوب کار دارم. برو دیگ بخار من بیار بده. ما کو خبر ندارم کال اگه دیگ بخار برداشته برده بفروخته باشه که نماشون به خونه بیایه ما از او پرسان کنم. اگر همین دیگ بخار برداشته بود برده بود اکبرو چشما خو ما تو دیگ بخار میخرم. انا ما به تو دروغ میگم. اصلا ما به بچه خویت اعتماد ندارم که بچه می دوزی کنه. تو حال من ندیدم از اون کارو. بچه تو به باغ بیام از بیولوژونده اعتماد دیشتی. خبر نداری مال دیگ بخار من بجون بازم به سر اعتماد داری. پس چکار کنه که تو به سر اعتماد داری؟ امیر منو میگم تو بگو. من دروغ میگم بچه تو بیای به تو راست خور میگه. دیگ بخار شما چند لیتری بود؟ 5 لیتر. خب خوب مشکلی نداره باشه ما شما دیگ بخار میخرم بیارم در خونه به شما بدم. برین که چای بخور. چای میخری برو خونه خوب برو من دیگ بخار به ما بیار. من دیگ بخار 5 لیتر ما به خونه خون ندارم برو خوب بگم. ما یک دیگ بخوره که داریم که 10 لیتر یعنی به خونه مانه. ما با یک دیگ بخار 5 لیتر میخرم میارم برات. اگه میگی همون تامون شوروا و گوشتات رو بود. نه من تامون شوروا و گوشت تربیت کنیم بچه‌ها خورال ده. خبر داشته باشین که بچه‌ها خبر چیم پرسان کنه که تو به کجا میری. از صبح بیره میشه به می سر سرا به کجا میری. یک دم آخله متکر بس کن یک دم به باغ متکر قربان دا یک دم گوسفند متکر بسی. یک دم خر متکر رام ده که بره. فقط میت یک سر شامبول غوزه بندازونه. نورو لاج تا نماشون دیگ بخاره به من کنی بفهمیدی؟ خب چلا بچه خورم بگید که اگه دوباره نمیشه به تاجوز دادم که دانک نزن نه به من نگی. بچه تربیت کنه. از اینکه به خونه میشینه بچه‌ها خور تربیته. یک روز خور می‌نازی به باغ مرتکه دوار میچینی. یک روز خور می‌نازی دیگ بخار مرتکه خود شوروا و گوشتای میبری. آخی تو به چی بنده وزی؟ خدا کمارا تو به خیر خوشی بشکنه بابا. آخ تو به چی بنده وزی؟ دمی خونه هر چی که پیدا میشه ما برای تو میدی. بازم تو سعی میکنی می تو کارا میکنی. راست میگم یادم امروز ما جلو وزی نگیرم 1 سال بعد دیگه کلونتر شی گنده تر میکنه. خدا تو الهی با ما فرمار کنه. از این بچه داری خدا برسی تو رنگ تو رو ممکن ببینم. تو سگو کوشا خونم پرتو کرده. و راست میگن مرتکه سوی دیلو گرفته دیگه. خدا مگر امشب بس خونه نه اگه ما پوست تو نکندو مگر نوم من رولا نباشه. هیچ سرا که تو به زیر خاک شه بخیر. لنگا که تو به گور شو هر کس میدی خو یک تکه شوروا کمش اگر داره و من باشه تو شوروا تیار میکنم. بفهمیدی شرم آیا به تو خوبه؟ چی گپ گیلا؟ خجالت نمی که میگم اشتن اینجا من جو خیریت تیارستی خیریت تیارستی کم بالاخی آخی اشتن اینجا ده خدا تو رو بخیر دار و دار کنم ازی خاله کنی منه آره ای خاله کنی خیلی زمینی. تو چی خود لورده میکنی؟ چیه؟ تو ندیدی که دیگ شوروا داشته باشه و جونه دیگ شوروا با تا سر تو بخور. تو چی دستگو که میکنی و تعروی میزنی تو؟ امیر از سر خود بندا. کی؟ تو بیشتر بابا ما هر جا که میشینی بلند دل ما خونه چک میکنه دل ما خون چک میکنه. شوروا جونده دیگه بو جونده ما چه کی برده من زیرا خون نورده چطور دیگ شوروایی بده؟ بو جونده ما چه کدی خاک من گرفته. تو ندیدی کسیر بلاره من جامع گل جو؟ نه من کیر دیدم من همینجا شیشته بودم. و فهمیدی تو گیر کنم من بگم تو ندیدی که مثلا دیگ شوروا داشته باشه و یا فش زنه یا مثلا مثل می پیلی میشه میشلای فش زنه
یا بی فش باشه. اصلا فش چی بی فش ندیدی. شته بی فش با مثل که دیگه بخواه شما بجوندن. اما دیگه که چی کجیر از پیش برده بود. پیش کی؟ از پیش رمضان. کجیر برده بود؟ امور میگی دیگه. دیگه بخار ما. امور برده بود دیگه نه. امور که من خبر دارم دیگه خبر ندارم. دوست کجیر بده. دوست کجیر بود رمضان گفت برای من. پیدا شد او رو بستون بزد سر از لات کرده بود رو بستون بود از این. نه بابا. تو میگی گشینه داری. ما فکر کردم مثل دیگه پیش ما برده. گشینه داری. من چیکار کنیم؟ من نه خدا نگم میگم نه دل جان باش. گشینه داری. گوشی دارم و شاید کم گپ بزنی خوبه. یعنی بیا. رو خودو برکن. تو که شما ننه فس نکنی. رو خودو برکن. بابا من سعی نمیکنم تو بلند نمیگی 1 2 3 4. تو برسی کن. سعی نمیکنه بابا. هم از خود خوبه ترسی. نه من زنگ زدم میگم نه دل جان باشه. تو بدیدی که کجیر ببره. ما بدیدم بابا رمضان برام میگه کجیر دک بخواد ما بجونده. نه بفهمیدی؟ شوربر بخوده میده پخته بود. خوردن خبر ندارم. خودم گوشتا. و از او بستونم بزدم بود. کم گپ زنی که گوشی میخواد پول نداره. چپ کن. مشتری عزیز نه استان دنجور خیریاته. شکرانه گوشی از تونه کی؟ نه گوشی از گل بچی قرصدین بیتریه. همی که سیل نورده بود مولار از این سیل آورده بود اگه یخصنه. نه شماری رو با زنگ نزنه که بعده با این نامحرمیه. با انقدر که ما شماری زنگ نزنه خود یه دیکت کنی نه خوبه؟ ازال چی؟ نه مال 90 ازال یا 60 نه شما غم نخوریم نفری نکنیم نفری خونچکون نکنیم دیگ بخار ما گم شده پیدا شده بالاشو والی بوم صدا تو نمیه بالاشو بلگم خونه الو بابا تیار دیگه خلاص کردی پولا کی؟ پولا گوشی خلاص کرده دیگه تیار دیگه پول برداشتن دیونه سرگی ابی که گپ میزنه پول میخوره نه ما خیلی مقبول نام خدا گپ میزنم نیه بگو صدا تو میایه نه پیدا شده دیگه پیدا کرده رمضان پیدا کرده گفته کجیر برده بستون دازو زنده باشی خدا تو رو به خیر خوشی داره و درک کنه پر نمیگه تمام چی نه دیگه رمبو فروخته به نمکی داده بوده دیگه کجا استاده بابا نه نمیگه خدا کمر جمع گل بشکنه نمر نمیگه تو چه میگه پو ننه میگیش میکشی تو چه از اینم ننه میگیش میکشی بابا خود تو به ایفون زده دیگه من 10 تا دیگه هم باشه میشنوه چه بلیفی ایفون زده گوشی نه کو بابا میشکنه گوشی میگم نگاش الو بده نه قد شد بزنی دیگه با چوب میزنی با تاثیر میزنی خو این گوشه خر یک تور میزنی حالا برو دلجم باشه شوربا دست که بار کنی دلجم شوربا بار کردی همه جا برو نه فهمیدی که پخته شده بود گوشتا پخته شده بود برو از تن جای که فروخته بود برو از این جگاه بست گوشتا همون جگاه ای فهم لقمه نونی به تو دیونه سرویس تو یه دلجم که دیگه برای شوربا بخوره دیگه وقت بفروخته به نمکی داره ای بیام دوباره شوربا میگه دوباره دگ میگه